بسیاری ها خیر میکنند، ویدیو کرده در شبکه های اینترنت میمونند. آیا این ثواب دارد یا نه؟ یعنی خیرهایی که برادران عزیز و گرامی در شبکه ها اگر شما بینید در اینترنت، ما علال خصوص در همین دورانی که گرمی همین کوروناویروس بود یا کووید 19 میگن، از طریق همین اینترنت نگاه میکردیم که در تمام منطقه های روسیه الله برکت دنیا و آخرت چونتید، برادرایی که امکانیت داشتن و شرایط داشتن مبلغ‌هاشون برآورده برای مردم مواد خوراکه خریده و خانه به خانه تقسیم کردند. الله برکتتون تید. بسیار یک گوییم انشاءالله از خدا امید است که شما در این کار کردگیتان الله و رسول او را از خودتان راضی گردانیده. این کار شما کردین دادرای عزیز، کسی که مبلغ ها را برآورده و در همون خیل وقت ها دست مردم را گرفتن، انشاءالله شما با الله تجارت کردید. خدا خواهد جای آن پول ها که همه با پر می شود، ولی در برابرش این قدر ثوابی که شما گرفتین، این قدر گناه هایی که شما مغفرت شید، این یک فضل خدا بود که شما برخوردار شدید. بگذار بین آیت قرآن چی میگه. اگر همراه کسایی که مثال کامera کردن گویم یا ویدیو کردن و مردم تماشا کردن که کیها مبلغ حتی نامه هاشون هم گرفتن، حتی دادگی چیزهاشون هم نشان دادن. الهی مهربان سوره بقره هم در آیت 271 هم در آیت 274 این خدای مهربان چی میگه؟ میگه الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. الله مهربان میگه اون کسانی که مالهاشون شب و روز این آشکارا و پنهان وقتی احسان میکنن خیر میکنن، خدا چی گفت؟ فلهم اجرهم. خداوند گفت با اونها ما اجر میتیم، نزد پروردگار اجر هست برای اونها و برای اونها یگان خوفی نیست و اونها غمگین نباشند. یعنی انشاءالله اینها اگر از دنیا هم که گذرن، مقصد آیت این است که اینها یگان ترس باید نداشته باشند، اینها یگان غمی نداشته باشند، زیرا که خداوند برای اینها میگه بسیار یک استقبال خوبی هست. برای همین بسیار مهم است بگذار مردم خیر کنند. البته پنهانیش انشاءالله که مقصد از پنهانی کردن یعنی در او ریا نیست. اگر ما آشکارا هم که مثال خیر کنیم احسان کنیم، اگر همون خاص به خاطر خدا باشد، ریا نباشد، اگر همون پنهانیش هم که اگر در او ریا باشد یا در آشکارش هم که ریا باشد، وای ریا هست دیگر. خودنمایی همه وابسته به نیت آدمه. اگر من همین روزه رمضانم که بگیرم برای خودنمایی باشد، یا حجم که روم برای خودنمایی باشد، یا اینکه موعظه هم که کنم برای که مردم گوید بسیار واعظی خوبه، بسیار موعظه خوب کرده است، حالا که وقتی در امینو من ریا داشته باشم، معلوم است که اینها پیش خداوند هیچ اجری ندارن. اینجا فقط مسئله یک خیر نمی رود، همه عبادت در این چیز وابستگی دارد. ولی کسی که آشکارا و پنهان صدقه میکند، هر دوش جایز است، هر دوش انشاءالله پیش خداوند پاداش میگیرد. این باز یک ترغیب و تشویق خوبم هست برای آدمایی که اول خوابن، مبلغا دارن، شرایطا دارن، ولی گویم تماما همت ندارن، غیرت ندارن، دلسوزی ندارن. شاید که همین نوارها را ببینن یک سری ناموس بیاید، شاید همین نوارها را ببینن
مقصد همون یک ذره ای که اگر ایمان داشته باشه همون در جوش بیاید که آخه مقصد همین مردک ها از ما چی کمی دارن، چرا اینها خیر میکنن من خیر نکنم. گفته اینها انشاءالله با ترغیبات تشویقات برای چی میگن زکات اعلان کن که زکات برای که مردم دارا دانن که یعنی از مال زکات دادن در کاره. از این لحاظی چی باقی نداره. درسته. سوال دیگر، یک دوست داشتم بعد چند وقت فهمیدم که خواهرم را دوست می‌دارد. با او قهر کردم و بعد چند وقت او را بخشیدم. مردم گفتند او به ناموس تو بازی کرد، باید او را نبخشید. چی مصلحت می‌دی بابا جان، چیکار کنم؟ خیلی که این خیلی از برادرای عزیز که انا پیامبر گفته است که لا تصاحب الا مؤمن. شما وقتی که رفیق میگیرین، دوست میگیرین، یک کسی را دوست بگیرین که وای از خدا میترسیده باشه. وقتی شما یک دوستی را میگیرین که حقیقتا فاسقه، فاجره، ببین خدا را شکر که اولی مقصد فقط یک خواهر را نگاه کرده است، یک خواهر تا تای چشم کرده است. الله پرده کنه بسیاری از رفیقای را دیدیم که زنهای رفیقاشون را خیانت کردن، مادرای رفیقاشون را خیانت کردن. برای همین اصلا که من امروز هیچ کار توصیه نمیتونم. امروز اون رفیقی را که ما در کتاب میخوانیم یا رفیقایی که مثال حقیقتا رفیق جانی باشد، در این عصر یافتن اینها بسیار نادر است و بسیار غیر امکان است که ما رفیقای را بیابیم که این رفیقها رفیقای جانی باشند. مقصد که خانه من که در آمد، اولا من باید هر یک آدم وارد خانم نکنم. وقتی وارد خانه کسی را کنم که وقتی رفیقی همون ایماندار خدا ترس که باشد، نظرش مقصد طرف پایان باشد، نه نگاهی او طرف مال من، طرف فرزند من، طرف مادر من باشد. از این لحاظ دادر عزیز، شما اولا در انتخاب رفیقاتون شما خطا کردین. میگن خود کرده را دوا نیست، شما همو خود کرده این. وقتی خداتون همخیلی نفرها را میارین و بعد امکانیت میتین، بعد بسیار همین مردم ما یک سادگی داره که حتی در نبودن همون مردکاشون هم، رفیقای مردکاشون هم مقصد در خانه ها جا میکنن. ما مقصد ممکن نیت ها ما نیتی نیک باشد، خیلی مردک نیست، خانهش هست، ولی از خوف ای، از خطر ای ما مقصد بیخبره. نمیدانیم که سیوم ما پیامبر گو شیطان است. هر آینه شما را مقصد در شبهه میارد، شما را در شک میاندازد. خود در بین شما بعضی مثال الکی وسواس داخل میکند و شما به هر کارهای بدبختانه دست میزنید. بر همین دادر عزیز، انا از این گونه رفیقها مصلحت من همین است که دور باشید. اینها را رفیق نخوانید، اینها رفیق نیستند. آیا رفیق همین است که مرا در نزد دیگر رفیقام، در نزد همسایه هم شرمنده کند؟ وقتی او به خواهر من، به مادر من، به محرمای من وقتی دست درازی میکند، آیا او چگونه رفیق منه؟ خدا رحمت کنه ابن سینا را میگو با دشمن من چو دوست بسیار نشست، با دوست نباید دیگر بار نشست. پرهیز از آن شکر که با زهر آمیخت، بگریز از آن مگس که با مار نشست. ولی یک دوستی که با دشمن میشینه میگه با او نشین. چگونه این دوستی که در حق خواهر من چی بدبختی‌های را میکند، این من چگونه دوست خانم؟ این دشمنای ما هستند. سوال دیگری که هست، شخص قسم خورد که من همین کار را کرده باشم، زنی که در آینده میگیرم برای من 3 طلاق، ولی همون کار را کرده است، چی میشه؟ اگر کسی
کسی قسم خورد که مقصد من فلان کار رو نمی کنم، اگر کنم ولی زن نداره که همین زنی که من در نکاح می درارم همون زن به من 3 طلاق. یعنی وقتی که اگر همین آدم قسم شکست و همون کار کرد، همین زنی که می گیرد همین زن 3 طلاق می شود. همین زن برای او 3 طلاق می شود. برای همین برادرای عزیز، آخه قسم کم است یا اینکه شرط است که شما باید همین قسم بخورین که من فلان کار کنم زن من طلاق؟ یا بسیاری همین آدمای زندار فقط به زن طلاق قسم میخورن. برادرای عزیز این کار هزل نیست، این کار عادی نیست. آخه